ساخت تابلو با گلای جاودان نکته‌های خیلی زیادی داره که من توی این ویدیو سعی میکنم تک تک نکاتی که جزئی هستن و بعد از کلی تجربه به دست میان رو بهتون آموزش بدم. قبل از شروع کار که توی ویدیو نشونش ندادم، من بیسم رو خوب تمیز کردم، یک لایه رزین سفید ریختم که من ترجیحاً با رنگ سفید خمیری رزینم رو ترکیب میکنم، اما شما میتونید با رنگای پودری هم این کار رو بکنید. پیشنهاد من رنگ خمیری. اما نکته مهم اینه که حتما قبل از چیدن گلها جایی که قرار عکساتون رو قرار بدید فضاش رو اندازه بزنید، مشخص کنید. من اینجا با پنبه فضای قرارگیری عکس ها رو یک مقدار برجسته کردم. شما میتونید با هر چیزی مثل ابر، اسفنج، مقوا که پرایمر شده باشه فضاتون رو مشخص کنید و بعد دونه دونه گلا رو با اون چیدمانی که قبلا انجام دادم یک دور بدون رزین و جاشون رو میدونم میچینم. یک سری نکات اینجا هستش که خیلی اهمیت دارن. اول اینکه گلاتون رو باید از قبل یک دور توی رزین خوابونده باشید که این گلها پرایمر شده باشن و دو اینکه گلهاتون رو هم سطح قالبتون در بیارید که در لایه آخری که شما رزین میریزید رزین روی گلها رو بپوشونه و گلهاتون از سطح نهایی رزینتون برجسته تر نشه. شما دو زمان میتونید این کار رو انجام بدید، یعنی گلهاتون رو از سطح قالبتون کوتاه‌تر کنید. یکی اینکه قبل از زمانی که گلهاتون رو با رزین پرایمر کنید، یعنی اون اولین باری که گلهاتون رو توی رزین میخیسونید که سطحش پرایمر بشه، یا بعد از زمانی که شما گلها رو توی قالب چیدید و هنوز روش رزینی نریختید سطح گلا رو با قیچی ببرید. توی روش دوم حواستون باشه که شکل گلاتون اگر تغییر میکنه، گلاتون خیلی خشک و شکننده است، این کار رو نکنید بهتره. اما اگه گلاتون نرمه میتونید از این روش هم استفاده کنید. بعد از چیدن گلا و تمام مراحلی که گفتم رزین شفافمون رو آماده میکنیم و یک لایه به قطر تقریبا 1 سانت رزین میریزیم. تقریبا میشه گفت تا جایی که قرار عکس قرار بگیره و بعدش بهش زمان میدیم که خشک بشه. قبل از اینکه بخوایم لایه بعدی رو بریزیم عکس رو سر جای خودش قرار میدیم و بعد مجدد لایه بعدی رزین رو روش میریزیم و از اینجا به بعد کار فقط به دقت شما ربط داره. اگر که گلهاتون خوب پرایمر شده باشه از اینجا به بعد کارتون حباب نمیزنه، گله نمیشه، رزینتون خوب خشک میشه و سطحش مواج نمیشه. ولی اگه از اول خوب پرایمر نشده باشه گلاتون شروع میکنه به حباب زدن و خب مراحل سختی دارید، یعنی با وایسید سطح کارتون ببنده، مجدد